امروز وای بر حال کسی که سرش در سجده الهی نزده است، یک بار خالص پرستش نکرده است. با مگی برادر تو نماز میخوانی؟ نه، گپ در دل باشه. گپ یهود، قسم به نام خدا گپ یهود است، این گپ کفار است. گوسپند ای پای خودش کشون، بز ای پای خودش کشون. مسلمان کسی است که برادرش نصیحت میکند، میگه برادر تو میمری، جوان هستی، تو پیر هستی، میمری، بیا نماز بخوان. به نماز اگر نماز دکومنتی ما در قبر، نماز دکومنتی ما در روز محشر، نماز دکومنتی ما در در جنت در آمدن، نماز دکومنتی ما جمال الله را نظر کردن. کسی نماز نمیخونه دکومنت نداره، خداوند قبولش نمیکنه، جنت درش نمیدن. امروز اگر تو یگان کارخانه بروی تو میپرسن که دکومنت داری، خواندی؟ میگه بله، بیا قبولت میکنم. نداری؟ قبولت نمیکنه، تو دکومنت نداری. اگر تو هم که نماز نخواندی تو را قبول نمیکنن، نه در قبر قبولت میکنن، نه در محشر قبولت میکنن، نه در دهر جنت قبول میکنن، نه تو جمال الله را